رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می‌دهد. السلام علیکم شنوندگان عزیز، در موج برنامه خوانشی بدی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 24 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوسار هیجا. مرحمت گوش کنید. و در شهر خوقند شیخ رحیم خان در حلقه شریکان و مریدان که غالباً زمین‌های بسیاری آبی و رمه‌های کلان گوسفند و گله‌های اسب داشتند حاضران را دعوت کرد. غارتگری در راه کلان و روزی رفشن، مال مومین خون مومین، مالتان را میبرند، خونتان را میمکند، هم تو دست پیشی برو سرخم میشینید. دیانت نمانده است، عدل و انصاف قحطی آمده است. خیزید، مال و خونتان را حمایه کنید، دوست و کلان گیرید، پشتیبان عدل و عدالت شوید. و برخستند و سلاح گرفتند و دهان مردان و خونی ها و دزدان و خیالی ها با آنها پیوستند و سپاه سفید مسلمان تأسیس دادند. عدل و انصاف به خاطرشان رسیده است، زرخنده کرد عبدالحکیم مزدور در مجلس شورای کمبغلان. همین قدر سالها گذشت، یک بار عدل و انصاف به خاطرشان نرسید. کایک بر این خونی بیوه و بیچاره را مکیدند و بار از عدل و انصاف یاد نکردند. اکنون که زور آمده است، عدل و عدالت به یادشان رسید. منافقها، خونشان حلال، حلال خونی ستمگران و ستم دیدگان دسته های مسلح ترتیب دادند و شوراها کلتکداران سرخ گفتند آنها را، و جاسوسان وکالتدار بیلی و بلاکر در عین جوشی همین گونه مبارزه ها به تاشکند آمدند و آدمان خود و زرخریدهای تهجایی را فرستادند به ولایت های شرقی روسیه و آسیا میانه نزد مقابلان انقلاب کمونیستی و خبر دادند که دشمن شمایان دشمن بریتانی کبیر است. بیایید با همدستی مقاومت بکنیم. و این ظاهری معامله بود که ما دوستی شما هستیم، برای کار شما را می خواهیم. ولی در اصل دردشان دیگر بود. می خواستند که فابریک و زوادهای در روسیه از دست دادهشان را برگردانیده بگیرند و سرباری آن در سیبیر و آسیا میانه و کافکاز صاحب ثروت و بازارها بشوند و می ترسیدند که احوال بدین منوال دوام بکند. فردا در هندوستان و افغانستان و افریقا نفوذشان کم می شود و خزینه هایشان ضرر می بیند و خوف کساد شوی هست. و وکالتداران انگلیس با وکیلان گنرال های گواردی سفید و سپاه سفید مسلمان سر دسترخوان تدبیر غون آمدند و عهد و پیمان بستند. به شور آوردن و به شورش برخیزاندن مردم از شما، یاری پولی و مالی از ما نان و سلاح می دهیم، شما جنگ می کنید. وزنوک خمیر فطیر شایگری بریتانی کبیر به قرباچی های آسیا میانه 2 میلیون سوم پول داد. دستخرجی غلبه بکنیم، در آسیا میانه یک جمهوری دموکراتی می سازیم، آزاد و آباد می شویم. گم می شود از روی جهان غایه کمونیسم و نام کمونیسم. و گنرال بلاکر با پالکوونیک گواردی سفید کارنیلوف زبان یک کرد و با میانروی او به فرخانه رفت و با قرباشی ها وخورد و قرباشی اعظم خان به وی گفت:
ما الحال 2500 نفر هستیم. اگر براستی دلی دستگیری کردن دارید و ما از جانب شما دلپر باشیم، در یک ماه 40 روز تا 25000 سپاهی غون آورده می توانیم. دلپر باشید، وعده داد بلاکر. غون آورید، پول و مال و تیر و تفنگ سری وقت می رسد. خواطر نشوید. ضرورت پیش آید از طرف ایران مدد حربی هم می کنیم. و عهد بستند سپاه سفید مسلمان فقط در فرغانه 25000 نفر می شود و انگلیا برای آنها 25000 وینتوفکا، 40 پولمیات، 16 گورنای ارودیه می دهد و به هر یک سپاهی در یک روز از 5 تا 10 سوم معاش تعیین می کند و سرکرده ها جای گپ نیست، مزدی بیشتر خواهند گرفت و به سپاهیان سواره اسب خواهند داد و انبارها در چترال و پیشاور ساخته می شود و از چترال مال و سپاه با راه عقبه مستاق به قاشغر و از آنجا به آش می رسد و از پیشاور با راه عقبه خیبر به افغانستان و از آنجا به کوشکه و به دوزباد و اشخاباد و به بخارا یاری همه جانبه تامین می شود و آغاز و انجام مبارزه و محاربه به طریق زیل باید باشد. اولا همه گروه ها از یک گریبان سر برارند و تابع یک ستاد و یک نقشه بودن شرط است و هر گروه خودسرانه کاری نکند. بعداً محاربه در همه جا برابر و در یک وقت سر شود و علاقه بین یکدیگر بریده نگردد. برای همین دستور گواردی گنرال دوتف از جانب شمال و شرقی به شهر اکتیوبینسک حمله می کند و همزمان گواردی های سفید که در ماورای بحر کاسپی هستند به ناحیه هایی که شوراها غصب کردند هجوم می آورند و کمونیست ها مجبور می شوند که قوه های حربیشان را همان طرف روان بکنند و مورد مساعد می شود برای باسمچی ها. آنها به جهاد برمیخیزند. از دو سمت قوه ضربدار از دشت میرزارآباد به جنگ می درآید و اول پل چینوز را می گیرد و سپس از آب سیحون گذشته طرف تاشکند می رود و همدم قوه های مددگار از دره آهنگران هجوم می کنند و اینها نیز جانب تاشکند می روند و در عین زمان ترکمانی های جنید از چارجو برمیخیزند و از آمو میگذرند و راه آهن اریس و تاشکند را میبرند و لشکری سرخا که در اکتیوبینسک و اشخاباد هست در محاصره میماند و 4 دست و پایش از زمین و آسمان کنده می شود و غیر از تسلیم شدن دیگر چاره ندارد و در همین مورد افره دادن در کار که امیر بخارا شیرک بشود و راه آهن را از امودریا تا بسیر دریا ضبط بکنند و در خیال و در روی کاغذ در آسیا میانه حاکمیت شوروی برهم خورد و خلقای مظلوم این سرزمین از امپریالیسم بلشویک خلاص شد و به قناعت بریتانی کبیر درآمد و سخن را از گلو تا به زبان راه درازی است، چه حاجت از گفتن تا به کردن. با استفاده از اختلاف‌ها امپریالیسم با آتش جنگ روغن ریخته توانست، اما نه گنرال‌ها و قرباشی‌ها متحد شدند و نه باسمچی‌ها زیر یک لیوا درآمدند و نه حاکمیت شوروی برهم خورد و نه مردم از دعوای کمونیسم گذشتند و زد و خورد در هر گوشه و به هر بهانه کم نشد، زیاد شد و آدم بیشمار این خاک و زمین با شماری های گوناگون از پس کماندیر و قربوشه و مبالغه رفتند و امروز عهد دوستی بستند و فردا عهد و پیمان را شکستند و دشمنی جانی شدند و اورتا به دل شاه افغانستان وسوسه انداختند که مسلمان ها از تصرف بلشویکان زندیق بیرون بیایند، شما خلیفه می شوید و شاه افغانستان امان الله غره این وعده شد و به فرغانه سفارت فرستانید و خرج و وعده و تلاش و تهدید و امید بسیار بود، ولی همه حلحله و ولوله برابر یک شعار انقلابی وزن نداشت. مظلومان وقتی آزادی شما رسید و مظلومان
کارگری که کار میکرد و روی راحت را نمیدید و دهقانی که دان میپاشید و لچ و گرسنه میگشت و عسکری که خدمت میکرد و منت میشنید و همه مردمی که در نظر سرمایه‌داران طبقه پست و حقیر بودند و اشرافان به روزگار و کار آنها نگریسته ذوق می بردند که خر را گوشتش حرام، کارش حلال. وقتی آزادی را غنیمت دانستند و با آرزوی آزادی به پا خستند و قامت راست گرفتند و صدا و سلاح بلند کردند که خود شما سرمایه‌داران، خود شما اشرافان حرام هستید و گوشتتون و روزگارتون و ثروت و سولتتون حرام است و لفظ و لقمه‌تون حرام است و من بعد مفتخوری بس و ما از شما قصاص میگیریم، قصاص 1000 ساله من را میگیریم، قصاص خودمون، قصاص پدرانمون، قصاص بابایانمون را میگیریم و برای به آزادی رسیدن و برای از ظالمان قصاص ستانیدن و برای راحت زحمت خود را دیدن دسته دسته و فوج فوج به لشکر سرخ پیوستند که صاحب ازلی و اصلی خاک و آب و کشت و حاصل و فابریک و زواد و قانون و قاعده ما هستیم و صاحب بودنشان را ثابت می کردند. کمیسران خلقی و کمیته های خلقی اجرایه و شوراهای مختلف و اتفاقهای هر طبقه مردم، کمبغلان، بیناکاران، آهنگران، کاسبان، عرابه‌کشان، جفترانان و میده سوداگران تشکیل دادند و میانه حالان در حال دوی روز می‌گذراندند. همچون زحمتکش سیاست شوراها را میپسندند و چون صاحب مال میل خاطرشان جانب سرمایه‌داران میرفت و طرفها در جنگ بودند. جنگ‌های مردانه و نامردانه می‌کردند و در پتروگراد رئیس شورای کمیسران خلق را نامردانه کشتند. غافل از همین کوچه پراندند و رهبران حاکمیت شورایی در سرتاسر مملکت مجلس‌های انبوه آراستند و سخن‌های پرحرارت گفتند و قسم خوردند که به هر یک ترور سفید به 10 ترور سرخ جواب خواهند داد و به خاطر مقتول یک شهر و در دیگر شهرها یک کوچه و در هر جا 15 مکتب و 23 کلوب را به نام او گذاشتند و قرار برآوردند که هیکل وی ساخته شود. بگذار نام او و کار او ابدالدهر در دل و دیده ها زنده بماند. و خواجه ها برای منصب و مرتبه و امتیازهایشان می جنگیدند که بمیریم به جنت می رویم. خدمتگاران به خاطر برابری و برادری انسان ها می جنگیدند که بمیریم نام و هیکلمون جاودانه می ماند. و آن وعده بود، این واقعیت و واقعیت بر وعده غالب می آمد و شرط و شرایط کشت و کار و بافتن و دوختن مهیا نبود و زمستان و بهار به خوردنی و پوشیدنی و سوختنی قحطی آمد و حق بری که بو دارد گویان گوشت اسب را نمی خورد، لش و لوش انبار را تگرو کرد و 2-3 پاره چرمی کهنه یافت و بدک انداخته جوشاند و آبش را چون شوربا به طبق کشید و با اهل عیالش خورد و گرسنه های آسیا میانه به امید نان شکم و لباس تن مناسب به شرایط محل یا به سپاه سرخ پیوستند و یا به قطار باسمچی ها در آمدند و سیاستشناسان انگلیس فال گرفتند که اگر چنین رفتن گیرد و سیاست خودمختاری به انتهای منطقش برسد، خودسری و خصومت خاص و عام و ناباوری و بی‌ترتیبی و بیدادی ناگزیر اوج می‌گیرد و خواه و ناخواه این دولت محکوم زوال و فنا است و به جنگ سخن گذاشتند و رساله و کتاب ها نوشتند
و لوردها از لندن به گماشتهشان اسرتون در قاشقر سپارش دادند. کاری بکنید که پخته آسیا میانه به روسیه نرود. و اسرتون در قاشقر و بیلی و بلاکر در تاشکند نشستند و نقشه کشیدند. روسیه از امریکا و آسیا میانه پخته میگیرد و راه پخته امریکا را بستن دشوار نیست. فلوت پیشش را میگیرد و گذشتن نمیماند و نصف اهالی بیکار و سرگردان شد گویید و نصف دستاوردهای انقلاب برباد رفت گویید و کارگر از دهقان و دهقان از کارگر نارضا شد گویید. و اگر پخته آسیا میانه هم به روسیه نرود، باز نصف فابریکه ها از کار میماند و باز نصف اهالی واسطه روزگذرانی ندارد و باز نصف غلبه های انقلاب برباد رفت گویید و کارگر و دهقان عیب را باری گردن یکدیگر کرده دست به گریبان می شوند گویید و بین مردم نفاق افتاد گویید و سر شوراها را خورد گویید. اما در اینجا فلوت نیست که پخته را گذشتن نماند. راه آهن و راه کاروان در دست خود شوراهاست و ما بسته نمی توانیم و برای ما فقط یک علاج می ماند: خر و خنگیل. راه به جانب شرق نسبتاً کشاده است و پخته آسیا میانه را یک پغه نمانده خریده می گیریم و خر و خنگیل کرده به قاشقر می بریم و شکست انقلاب ناگزیر گویید و مانید. و حساب کتاب کردند که برای به قاشقر بردن پخته آسیا میانه 7,500,000 شتر در کار است. در چنین کار خر و اسب به کار نمی آید. باری بسیار برداشته نمی تواند. مست شتر باید باشد که از عهده این چنین کار براید و خرج را 22 میلیون روپیه هندی می شود و 3 ماه و 10 روز جمع و طرح کردند و در آخر از لوردهای لندن دستور گرفتند که این آرزویتان خام است. شتران روی دنیا را جمع بیاورید، 7.5 میلیون نمی شود و بعد معلوم نیست که کاروانی را با چنین بزرگی از سرحد گذرانده می توانیم یا نه. نه، راه مراد این نیست. یگان علاج دیگر و راه واقعی بهترش را یابید. اما همان زمان راه بهتر یافت نشد و سفیدها مغلوب شدند و سرخها غالب آمدند و حاکمیت شورایی برنامه‌اش را اعلان کرد. ما تاریخ را نو کردیم، شاه و گدا را برابر کردیم. ما جامعه نو می سازیم. همه ترتیبات و بینش و دانش کهنه را نو می کنیم. آدم را هم نو می کنیم. و 100,000 مردی که حکومت پادشاهی روسیه در سال 1916 از آسیا میانه برای خدمت مجبوری در عقبگاه فرانت برده بود، بعد غلبه انقلاب آزاد شدند و به وطن برگشتند. آنها در مقایسه با دیگر هموطنان جهان دیده و تجربه اندوخته و داناتر به حساب می رفتند و اکثریتشان غایه های سوسیالیستی را خوش استقبال کردند و کماندیران و رهبران سیاسی و خواجگی و عسکرانی شدند که برای برپا و پای برجا گردیدن حاکمیت شوروی از خون و پوست گذشته صافدلانه و فداکارانه مبارزه بردند. و در این قطار فقرای امارت بخارا هم بودند که آن وقتها در شهرهای تاشکند و قوقند و سمرقند در زبادها و راه آهن مردکاری می کردند و این مرز و بوم به روسیه پادشاهی تعلق داشت و از همون جایها به عقبگاه فرانت فرستانده شدند و به آزادی که برآمدند به زادگاه های خود برگشتند. به یاد و دیداری خویش و تبار و آرزوشان زود پیر شد و خرسندیشان بقا نکرد. در قلمرو امارت بخارا سیاست دولت و روزگار مردم از کهنه ها هم کهنه تر بود. همون دیگی شکسته و کاسه خالی. امیر در همان عقیده که اهالی غلامان او هستند و بیکها ناظران بر سر این غلامان
و هر یک بیک در خون داشتن انداز صاحب مطلق مال و جان مردم. و امیر سپارش داد به بیکی کوهستان برای ما 800 اسب و 300 تایبار و 3 دختری باکره و 2 امرد بیریش فرستید. مهلت 3 هفته. و آدمان بیک به شکار برآمدند و دیه به دیه رفتند و 10 روز تهدید و زن و کوب کردند و سپارش جناب عالی به کم و کاست اجرا شد. داد و فغان زنها و دعای بد آنها فقط به گوش خودشان رسید و یک کمی خوا به اسب ماند و خنبه ها را رفتند و بخچه های زنها و عروس و دامادان آینده به غارت رفت. و مردها غضب بلب آمدهشان را با آب شلمک دهان با عذاب فرو می بردند و اعتراض می کردگی ها نیز یافت شدند. برای بچه و کچ خوردنی و پوشیدنی نماندید. همین کودک و چودک را هم گیرید و برید. کودکان شما با کی در کار؟ خودتان را می بریم. در کارهای امیری دستی کار در کار. و از جمله گردنشخ و گبنادراها از 9 دیه 27 مرد گرفتند برای کارهای امیری. و محکم که از عقبگاه فرانت جنگ جهانی برگشته بود و شعاری برخیزید ستم دیدگان وقتی آزادی ما رسید در گوشش نشسته و به دلش رسیده و غلبه های مزدوران را با چشم دیده به 2 دهه دیگر به هم قسمتانش ادهم و رجب آدم فرستانید که بیایید یک مصلحت هست. و آنها آمدند. محکم از خانه یک نمد گرفت و رفتند و بالاتر از دیه در لبی چشمه گستردند و نشستند. در نیت خود استوار هستیتون؟ پرسید محکم. و نیتشان چنین بود: من بعد فریب نمیخوریم. بس است فریب خوردن و نالش کردن. ما از آنها چی کمی داریم؟ دست و پا نداریم؟ لب و دهان نداریم؟ انا دیدیم ستمکشان تخت ستمگران را یکسان کردن به خاک. ما هم یک دل شویم همان کار را کرده می توانیم. در راه برگشت به وطن عهدشان همین بود. و احمد و رجب جواب دادند: استواریم. و در 2 روز و 1 شب 700 پیاده و سواره اون آمد که از آنها 240 نفرش کمانی پیلتبند داشت و باقی تبر و شمشیر و کرد و خاده. و در حولی انبار کاروان به سفر آماده می شد. عملداران می فرمودند و حمالان آن همه بار و بونه را که جبران از رعیه گرفتند از انبار برآورده به خر و اسب بار می کردند و صداهای رو، بیا، ته، گیر، بر، مون و پای آدم و سومی اسب و خر به هوا می پیچید. و در عین جوش این صداها از بیرون حولی غوغا و غلاغله برخیست عظیم و شور و غوغای درون حولی را پخش کرد. آدمی سواره و پیاده عرصات گرد انبار را پیچانده گرفت و پیش صفا به حولی مانند به کاروانسرا در آمدند و عملداران را اسیر گرفتند و حمالان را فرمودند که خلطه و جوالها را فراورند و رخ زدند و حمالان را فرمودند که خلطه و جوالها را فرارند و رخ زنند. و آن 27 نفری که مجبوراً به کارهای امیری می رفتند با آنها پیوستند و غالبان جار انداختند. جبدیدگان، دست جباران کوتاه شد. مرد و زنی که هستید از دور و نزدیک خیزید و بیایید به انبار. چیز و چارتان را ببینید، بشناسید و بگیرید و ببرید. شما گفتار 24 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار خان بیبی ایرگش، گوینده قطبیه اکرامی. انجام خوانش بدیعی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.